کی باورش میشه اگه بگم یه بار بازیکنهای حریف و یه بازیکن جوون خواهش کردن که دیگه دریبل نزنه و حتی تهدیدش کردن. میدونم خیلیاتون الان به مسی فکر میکنید، اما این داستان در واقع درباره رونالدوی جوونه. تو یه بازی لیگ قهرمانان اروپا مقابل روم در سال 2007 رونالدو اون شب یکی از بهترین نمایش‌های تاریخ فوتبال رو اجرا کرد. 2 گل فوق‌العاده زد و یه پاس گل داد تو برد 7-1 منچستر یونایتد مقابل روم. اما هرچی بازی جلوتر میرفت رونالدو میگه بازیکنای روم شروع کردن به التماس که دیگه دریبل نزنه، چون همون جوری هم حسابی باخته بودن. اما رونالدو نمیتونست متوقف بشه. بعدش حتی تهدیدش کردن که اگه ادامه بده پاشو میشکنن. رونالدو فقط وقتی دریبل زدن رو متوقف کرد که مربی سرش داد زد و گفت بس کن، چون میترسید بازیکنای روم بخوان آسیبش بزنن. توی اون بازی رونالدو 20 دریبل موفق داشت، رکوردی که هیچ کس دیگه توی یه بازی لیگ قهرمانان اروپا بهش نرسیده. رونالدوی جوون بدون شک یکی از بهترین دریبل زن‌های تاریخ فوتبال بود. اگه موافقی دکمه فالو رو بزن. بارسایی‌ها میگن هواداری رئال مادرید وقتی میبازن فقط بلدن بگن ما 15 تا CL داریم. حالا بریم افتخارات پادشاه فوتبال جهان رو با هم ببینیم. پر افتخارترین تیم لالیگا با 36 قهرمانی، پر افتخارترین تیم باشگاه‌های جهان با 8 قهرمانی، برد بیشتر در ال کلاسیکوهای رو در رو و بهترین باشگاه قرن 20 و برنده پرگل‌ترین ال کلاسیکوهای تاریخ که ویدیوشو توی پست قبلی گذاشتم و کلی از بارسایی‌ها رو سوزوندم. دوستان بارسایی، هر وقت تعداد سیلاتون 2 رقمی شد بیاید با همون کلی بخونید. اگه یه رئالی متعصبی حتما پیجمو فالو کن. Dizem toque essa xereca pra sentar pra nós. Que a carícia de piroca que ela anda sentindo. Que é só